اگه ترس جلوی رویاهاتو گرفته، این ویدیو برای توه. سلام رفقا، من احسانم. راستشو بخواین امروز میخوام درباره یه چیزی حرف بزنم که هممون یه جورایی باهاش درگیریم. ترس چیزیه که همیشه یه گوشه ذهنمون نشسته. گاهی آرومه، گاهی پر سر و صدا. یه وقتایی نمیذاره کاری که دوست داریم رو انجام بدیم. یه وقتایی هم فقط باعث میشه هی عقب بندازیم، هی بگیم بعدن. مثلا خود من قبل از ضبط همین ویدیو کلی با خودم کلنجار رفتم. ترس از این که خوب نشه، کسی خوشش نیاد یا اصلا کسی نبینه. ولی بعد با خودم گفتم اگه بخوام همیشه منتظر باشم که همه چی کامل باشه، هیچ وقت شروع نمی کنم. ترس همیشه هست. ترس از شکست، ترس از قضاوت، ترس از اینکه یک کاری رو شروع کنیم و وسطش کم بیاریم. ولی واقعیت اینه که ترس فقط وقتی قدرت داره که ما بهش اجازه بدیم. اگه یه قدم کوچیک برداری حتی با ترس، اون موقعی که کم کم میفهمی ترس اونقدری هم که فکر میکردی قوی نیست. نمیخوام بگم همه چی آسونه، نه نیست. ولی اگه منتظر بمونی تا ترست کامل از بین بره، شاید هیچ وقت اون کاری که دلت میخواد و انجام ندی. پس بیا با هم یه قرار بذاریم. هر وقت ترس اومد سراغمون، به جای فرار یه قدم کوچیک برداریم سمتش. نه برای اینکه نابودش کنیم، برای اینکه نشون بدیم ما هنوز اینجاییم، هنوز داریم تلاش میکنیم. اگه تا اینجا یه ویدیو با من بودی یعنی تو هم آماده یه کاری بکنی. پس بیا همین امروز یه قدم کوچیک برداریم، با ترس ولی با دل قرص. مرسی که دیدی. اگه خوشت اومد لایک کن، کامنت بذار و بگو تو از چی میترسی. شاید با هم بتونیم یه قدم دیگه برداریم. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.